من وعده میدهم که نظام را از شر کاغذبازی اداری و رشوه‌ستانی بیشتر پاک نمایم تا عایدات ما بلند برود و سکتور خصوصی ما امروز ما با 20 درصد عاید خویش که 2 میلیارد دلار می شود قسمت از مصارف خود را می پردازیم. انشالله با پاکسازی نظام اداری در 5 سال آینده داد افغانان و اراده دارد. دا زیرین ندا کمیسته دا چچر دی افغانستان و خلکو دی پارا قربان ده دا سر قربانی تا حاضر ده. لوی حملیم لیدلی یو دو انفجار نمجار ہے گئی قرار کے نہیں هستم پالی رئیس. بل باقی رو بخونیم یا خلاص کنیم؟ بله سر باقی رو بخونیم یا خلاص کنیم؟ بخوانم رئیس. سیست